چرا حنا رو از زندگی ما حذف کردن؟ متاسفانه حنا از زندگی خیلی از ماها حذف شده، در صورتی که بسیار بسیار مفیده، با فرمول‌های مختلفی که میشه ازش درست کرد و ما چند تا پست هم براش خواهیم گذاشت، استفاده کنیم و انشاءالله مشکلاتتون برطرف بشه. این پست در رابطه با حنا و روغن زیتون. 3 قاشق غذاخوری حنای طبیعی، 3 قاشق غذاخوری روغن زیتون. با هم مخلوط میکنیم. یه خمیر 1 دست ازش درست کنیم و مقداری هم آب که بشه قشنگ خمیر بشه و قابل مالیدن باشه. وقتی